که در فضای مجازی فعلا در باطل فعالیت دارند با وجود افغانیتشان، من بر از اونا یک پیام دارم و پیام این هست که خواهر ما امی فعلا شخصیتی که بر خود ساختی این شخصیت واقعی تو نیست. تو این نیستی، تو نمیتونی این قبط باشی. اصل تو خوب بودن است، اصل تو نیک بودن است. من خوب میدانم که اگر امروز این خواهر ما به این حد رسیده علتش ندانستن است. والله که اگر این خواهر ما بدانه، جایگاه و مقام خود بدانه، هرگز این کار نمیکنه. جایگاه و مقامی که الله برای ما تو داده، خطی که الله بر ما ترسیم کرده، خطی که الله متعال برای ما تو تعیین